الحمد لله وحده و الصلاة و السلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز هم که باشد بهر شما سلسله درس های ما و شما در بابت احادیث های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امروز هم یک حدیث را به سمع شما میرسانم. حدیث به حد موضوع مهم را در بر میگیرد برای انسانی که فهم سخنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را دارد. عایشه مادر مؤمنان رضی الله عنها میفرماید به نزد من یک زن با همراهی دو دختر خود داخل شد. اون زن مسکین بود، یعنی یک زن فقیر بود. در نزد من غیر 3 دانه خرما چیزی نبود. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها میگوید. بعداً میگوید این 3 دانه خرما را من با اون مادر تقدیم کردم، یعنی دادم. اون مادر فقیر میگوید یک دانه خرما را به یک دختر خود داد و دیگر دانه خرما را به اون دختر دیگرش داد. حالا میگوید اون یک دانه دیگری که در دست خودش مانده بود حالی تناول نکرده بود که دخترای اون چکار کردن؟ همون خرماهایی که مادر دادگیشو بود اونها را تناول کردن. اصلا عادت کودک همگان میدونیم که وقتی که تناول کند تیز همون را چکار میکند؟ میخورد. بعدا میگن این کودک ها در و خرماهای خود را خوردن، باز به سوی مادر صدا کردن، گفتن مادر جان باز به ما خرما نمیتی؟ میگه در حالی که مادر حالی همون خرمای خچن خورده بود، همون خرمای خچن به 2 پاره تقسیم کرده و به این طفل های خود میگه داد. عایشه مادر من رضی الله عنها میگوید من این منظره را میدیدم، در من بسیار تعجب افتاد که این مادر نگاه که بر فرزندای خود یک دانگی داد، حتی یک ناله دهن خچم باز به فرزندان خود داد. اصلا مادر چقدر مهربان است. یکی از حکمت های این حدیث این است که نگاه کنیم مادر حتی لقمه دهان خچه به فرزند میدهد، همیشه غم فرزند میخوره. مادر که من شما را خواب میکنه خودش بیدار است، من شما را سیر میکنه خودش گرسنه است. همه این مادر است. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها میگوید بعدا این منظره را دیدم بسیار در تعجب غلطیدم. وقتی که این مادر قید دخترای خود از نزد من خارج شد، چند لحظه بعد پیامبر نزد من داخل شد به خانه ما. بعدا این منظره را به پیامبر گفتم که مقصد یک زن فقیر با همراه 2 دختر خود اومد و مقصد منظره را براش قصه کردم. بعدا پیامبر بسیار گپی عجیبه گفت. اون مادر گفت الله متعال برای اون مادر جنت واجب گردانیده است یا اون مادر خود را از دوزخ چکار کرده است؟ نجات داده است به این عملش. یعنی الله مهربان به این کارش بهشت را برای او واجب گردانید. پیامبر میگوید یعنی اون مادر به این عملش جنت را برای خود چکار کرد؟ واجب گردانید، یا به این عملش او را از آتش دوزخ چکار کرد؟ نجات داده. به همین خاطر مقصد از این حدیث چی است برادران و خواهران عزیز؟ مقصد از این است که هر انسانی که دختر دارد، مادران که دختر دارند، پدرانی که دختر دارند، کوشش کنه که در تربیه دخترها به طریق آداب اسلامی اونها را تربیه کنید، اونها را آداب اسلامی را بیاموزانید، هم در علم دنیا هم در علم اسلام با اونها بیاموزانید و به بهترین صورت اونها را تربیه کنید، کلام کنید. و به هر کسی که اونها را شوهر میدهید و از طرف شوهر وقتی که به شما رحمت نامه میگویند، اون سبب میشود که ما را چکار میکنه؟ واجب جنت میشود، یعنی در اومدن جنت به من شما واجب میشود، یا اینکه از عذاب دوزخ نجات میوی. نه مثل امروزه که امروزه اکثر مادران را نظر میکنی فرزنداشون کلون میشوند، دختراشون به بلوغت میرسند، اونها نه حیا دارن، نه عفت دارن، نه آداب اسلامی دارن. این گونه مادر سزاوار جنت نیست.
همون مادر سزاوار جنت می شود که دختر خود را تربیه بهترین چگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است همون گونه دختر تربیه میکند، شوهر میدهد، اون مادر جنت براش واجب می شود یا اون عمل این مادر او را از دوزخ نجات میدهد. الله متعال همه من شما را در آداب و تربیه فرزندان علل خصوص در تربیه دختر به بهترین صورت و پیروی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی بگرداند. آمین.